ابتکارات آنجلو. اینو میگن صندلیا. با این صندلی هیچکی تو ویدیو گیم نمیتونه شکستم بده. صندلی بازی فرمانده HQ سیستم صوتی اختصاصی داره. اینو میگن صندلیا. بله. حالا اینجا رو باش. یه یخچال خنک کننده نوشیدنی سیرش داره. حسابی راحتم است، میخرمش. عزیزم، ما برای تولد آنجلو به اندازه کافی کادوهای فکری خریدیم و البته یه بازی سرگرم کننده باحال هم گرفتیم. حسابی ریخت و پاش کردیم. ماما میگه کادوهای فکری و تقویت هوش، اما در اصل کادوهای حوصله سربر و علمی منظورشه. متاسفم عزیزم، ولی پولی که برای کادوت کنار گذاشته بودیم و خرج کردیم. مثل اینکه قرار نیست این صندلی گیرم بیاد، مگر اینکه راهی پیدا کنیم مامان و بابا کادوهایی که برام خریدن و پس بدن. همینه، اونطوری راهی جز خریدن چیزی که میخوام و ندارن. این داستان بچه‌ای که همه چیز داره. میدونم این همه مدت داشتید به مغزتون فشار می آوردید برای تولد امسالم چی بخریم. نه راستش. به هر حال خودتون اذیت نکنید، کمکتون خودش کادوه. بدبخت شد. چرا فکر میکنم خرید اینترنتی کادوش آسون تر میتونه باشه؟ خیلی خوب متولد عزیز، بگو چی تو سرته؟ خب رفتم. قدم اول جایی که مامان کادوها رو قایم کرده پیدا کن. آنجلو، مامانت خیلی خانم زیرکیه. حالا فهمیدم به کی رفتی. بازی هنوز تموم نشده بچه ها. همیشه یه راهی هست برای ما. چه بازی میکنیم؟ پیته. خب معلومه این داداش کوچیکا 4 دست و پا دنبال هر سوراخ موشی میگردن تا گند دماغشون رو بچسبونن. پس خوب میدونن هرچی تو خونه کجاست. داریم یه بازی که اسمش شکار کادوی تولده میکنیم. دوست داری با همون بازی کنی؟ آره. آخ جون، لالا میشه یار من باشی؟ همه سر جاتون واسید؟ آماده؟ حرکت! پیتر و لالا برنده شدن. وای، فقط 2.5 ثانیه طول کشید تا پیداش کنه. داداشت هم به مامانت رفته. فاز دوم، با دقت کاغذ کادو رو باز کنید و هر چی که تو جعبه است رو بیارید بیرون. بعدن جعبه ها رو میبندیم و کاغذ کادو میگیریم تا مامان نفهمه که از قبل باعث شدن. چقدر باحاله. مامانت واسه شیمیدن همه چی بلد و خریده. این ماشین تو ماموریت‌های بعدی به دردمون میخوره. نقاطی که امکان رشد وجود دارد، راهنمای باغبانی، سوپ مرغ برای سالهای نوجوانی. چه کتابای ضایعی هست. آره، ولی در کل کادوهای بدی نیستن. جز کتابا حرفتون رو قبول دارم. صندلی فرمانده HQ. مامانت ساعت 4 واسطه. زیر نظر دارمش. ببخشید مامان، یه لحظه کنترلش از دستم در رفت. احتمالاً فرکانس رادیویش مشکل داره. آنجلو، اینو از کجا آوردی؟ باحاله نه؟ مامان بزرگ برای کادوی تولدم پستش کرد. واقعا؟ پس باید نگران نباش مامان، زنگ زدم ازش تشکر کردم. این قدم سومه. باید یه کاری کنم مامان بابام فکر کنن کادوهایی که برام خریدن و کسایی دیگه بهم دادن. وای آفرین، تعجب کردم آنجلو. نقاطی که امکان رشدش هست به نظر آشنا میاد. سلام آقای کی، کتابای باحالی که برای تولد آنجلو خریدم و ببینین. مربی یوگای مامانم پیشنهاد کرده. ممنون لالا، این کتابا قراره حسابی تو رشد بهم کمک کنن. آفرین آنجلو، بهتره که برم راجبش با مامانت حرف بزنم. آنجلو با شیمیدن همه چی بلد من بازی میکرد. منم یکی براش خریدم. شام آماده است. شاید بهتره که پسشون بدیم. همشونو؟
امکان نداره پس بگیرن. خب عزیزم، تو پسرتو به خوبی دوستاش میشناسی، این نشونی خوبیه. دیگه باید براش چی بخریم؟ قدم 4 شروع میشه. کادو رو برگردونی سری. دریافت شد آقا، به 2 حنجره. سری. مامان و بابا الان میان تو اتاقم. 3 2 1. ببخشید شیربو، ها؟ میشه ما رو با آنجلو چند لحظه تنها بذاری؟ حتما خانم کی. گوش کن آنجلو عزیزم، ما به مشکل برخورد. منظور مامانت اینه که پسرم آیا چیز خاصی هست که برای تولدت بخوای؟ فکر کنم نشونتون دادم. این خیلی فکری یا مناسب برای تقویت هوش نیست. فردا تولدش عزیزم، بهترین چیزی که میخواد واسش بخری؟ خیلی خوب. باشه پس ماشین آماده کن عزیزم، منم کادوها رو میارم. همین الان میخوایم بریم؟ بهتر نیست بیشتر راجع به صحبت کنیم؟ وقت نداریم، ممکنه فروشگاه ببنده. بجم دارم میام پایین. میگم عجب کفگیر نچسبی دارینا. من رفتم. تولدت مبارک. صندلی خیلی به اتاقت اومده. آره بدک نیست. بدک نیست؟ اینجوری میگه چون دارم تو بازی نابودش میکنم. نه بابا، فقط تو فکر کادوهایی هم که مامان برام خریده بود. خیلی هم بد بودن. اصلا از این حرفت خوشم نیومد. میدونم این کارو میکنیم، ماما اینا رو راضی میکنیم که صندلی رو پس بدن و کادوهای قبلی رو برگردونن. نه خیرم. A perfect plan with a perfect end.